در عرفه سال نو خونیش و عید سعید قربان از طرف کارخانه و تشکیلات و نفران خیرمند با عائله‌های کمبیزات و نیازمند اینچنین مکتب اینترنت ها دستی کمک دراز کرده می شود. چنین امر خیر و ثواب از طرف نمایندگان کارخانه واحد دولتی شرکت آلومینی تاجیک به خانه کودکان شهر ترسونزاده راه اندازی گردید. در آغاز سال نو خونیش به 126 نفر لوازمات مکتبی و برای 37 نفر به پرستاران کل لباسهای مکتبی به مبلغ 2418 سومانی تقدیم کرده شد. نماینده کارخانه واحد دولتی شرکت آلومینی تاجیک یوسف طلبوف تمام باشندگان خانه کودکان را با فرارسی سال نو خونیش و عید سعید قربان تبریک و شادباش گفت و از آنها خواهش نمود که با بهای خوب و اعلی خوانده در آینده برای آبادی وطن محبوب خویش سهمگذار باشند. شما این را با فرارسی سال نو خانیش و با فرارسی عید شریف قربان از صمیم قلب تبریک گفته با شما عمر دراز سلامتی بردوام آرزو کنم. خیلی که اساسگزار سلوک و عادت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان گفتند شما همه وقت در پرستش جناب عالی هستید و شما را هیچ وقت جناب عالی خار کردن نمیماند. ما از شما یک چیز رو طلب میکنیم، بگذار که شما آینده جمعیت در دست شما باشد و ما از شما خواهش التماس میکنیم که با بهای خوب اعلی خوانده در پیشروی آینده جمهوری و عزیزمان سهمی به اندازه خودتان را گذارید. همه وقت ما با همراهی شما هستیم، ما شما را هیچ وقت خار شدنی نمیمانیم. در واقع برای طبقه های نیازمند کمک نمودن امر است خیر و ثواب. با مقصد به جا آوردن چنین خصلت های نیک انسانی از طرف ماموریت کارخانه واحد دولتی شرکت آلومینی تاجیک چنین عمل های خیر در عرفه تمام عید و جشنواره ها راه اندازی می‌گردد. صابر جان سعیدов، ظفر حسنов، شهر ترسونزاده، جهان‌نما. میnnatdori بیان میکنیم. قدم های شما نوری دیده بالای سر. ما امید داریم که بچه های ما از این توفه های شما در سال نو خونیش در آغاز درس ها به نهایت خرسندی ها میبخشد. بار دیگر خوش آمدید.